های، فکر میکنی اگه دل رودت بیرون ریخته باشه و گردنت جوری بیخته بیخ بریده شده باشه که نتونی گردنتو صاف نگه داری، میتونی راه بری و خودتو نجات بدی؟ شما در صفحه هفتم از صفحه حوادث حضور دارید. منم پرستشم. اینجام که یک داستان جنایی دیگر رو براتون کامل تعریف کنم. من از بچگی اخلاقی داشتم که وقتی یک صحنه دلخراشی رو میدیدم همزاد پنداری میکردم. اون درد رو توی خودم حس میکردم. داشتم کشتی کج نگاه میکردم و یه نفر از بغل زد تو پای اون یکی و پاش اینجوری شکست و من پام تیر کشید. و توی این پرونده خیلی همزاد پنداری منو اذیت کرد. نمیتونم تصور کنم که اون کسی که واقعا اینا رو تجربه کرده چقدر درد کشیده. توی این پرونده با 3 نفر مختلف باید آشناتون کنم. اول میریم سراغ تینز کروگر که توی سال 1975 به دنیا اومده. تینز کودکی خوبی نداشته و خیلی سختی کشیده بوده. مادرش با پدر بیولوژیکیش ازدواج کرده بوده. تینز رو باردار میشه، از پدر بیولوژیکیش جدا میشه. توی این 9 ماهی که تینز داشته توی شکمش رشد میکرده با یک مرد دیگه آشنا میشه، از اون هم جدا میشه و وقتی که تینز تازه به دنیا آمده بوده با یک آدم سومی وارد ارتباط میشه. این میشه پدرخونده تینز که خیلی آدم خشنی بوده، از لحاظ فیزیکی، روحی، جنسی مادر تینز و تینز رو آزار میداده و تینز بعدها ادعا میکنه که پدرخونده‌اش بهش هم کرده بوده، ولی خب این ادعا چون که زمان زیادی ازش گذشته بوده نمیشد ثابت بشه. به هر حال نمیشه نادیده هم گرفتش. چیز خیلی مهمم نیستش که سر چه کسی داره این بلا میاد. در هر صورت اتفاق خیلی بدیه. تینز توی مدرسه هم مشکلات زیادی داشته به خاطر اینکه تینز 3 تا نیپل داشته، یعنی نوک سینه‌اش 3 تا بوده و این باعث می‌شده که بچه‌ها مسخره‌اش کنن، براش اسم بذارن، قلدری کنن براش و خب تینز خیلی افسرده شده بوده به خاطر این موضوع و تلاش برای خودکشی زیاد می‌کرده. تینز وقتی هم که بزرگ میشه این نوک سینه سوم رو عمل میکنه و ریموو میکنه، ولی خب بالاخره تروماهایی که از پدرخونده‌اش و بچه‌ها توی مدرسه داشته حمل می‌کرده با خودش توی بزرگسالی هم و اینا با عمل شدن اون ترد نیپل از بین نمیرن. تینز تو سن 15 سالگی ترک تحصیل میکنه و رو میاره به استفاده کردن از مواد مخدر. بعد از اونم به ارتش میپیونده و خیلی هم با افتخار راجع به اینکه آدما رو کشته توی ارتش و کله هاشون رو میترکونده صحبت میکرده. 2 سال بعد از اینکه از ارتش میاد بیرون توی پورت الیزابت با یک دختری آشنا میشه که مدعی بوده که جادوگره. دخترش هم شروع میکنه به تینز ورد و جادو و نمیدونم اینجور چیزا یاد دادن. حالا خودش چجوری اون کارا رو انجام میداده که داشته یادم میداده دیگه من دخالت نمیکنم توش. بعد از اینکه قشنگ علمش رو به تینز منتقل کرد با تینز به هم میزنه و میره که زکات علمش رو به بقیه دنیا پرداخت کنه. بعد از این توی جون 1994 تینز با یه پسری آشنا میشه به نام یادم رفت اسمشو. تینز با یه پسری آشنا میشه به نام فرندز. تینز و فرندز متوجه میشن که خیلی شبیه همن. زندگی خیلی شبیه همی داشتن. فرندز هم مثل تینز دوست دختر جادوگر داشته، براتون تعریف میکنم و کلا این مدلی بودن که این میگفته من فلان چیزا داشتم، این میگفته وای منم، این میگفته فلان چیزا، میگفته وای منم. همش داشتن اینجوری با هم دیگه صحبت میکردن و متوجه این بودن که خیلی شبیه همن و تبدیل به بهترین دوستای همدیگه میشن. این ناراحت هم که اسمش فرندزه به خاطر اینکه منو یاد فرندز میندازه و من حس خوبی به فرندز دارم ولی حس خوبی به فرندز ندارم و داره اون اسم رو برای من خراب میکنه متاسفانه تو مغزم. بریم سراغ معرفی فرندز دیتوی، نفر دومی که توی این پرونده نقش خیلی مهمی داره. فرندز دیتوی توی 6 جولای 1968 توی آفریقای جنوبی به دنیا میاد. فرندز تقریبا میشه گفت کودکی نرمالی رو داشته برعکس رفیقش، اما پدر فرندز پلیس بود و این باعث شده بود که اون هر دردسری که توش میافتاد باباش بره سریع و نجاتش بده و شخصا این نظر شخصی منه، فکر میکنم که این کمک کرده بود به این که فرندز یاد نگیره که کارهاش عواقبی در پیش خودشون دارن در ادامه
با خودشون عواقبی میارن. و خب فکر میکنم که بچه‌ها کلاً فرق کار خوب و کار بد رو تقریباً یه جورایی همینجوری یاد میگیرن که تو متوجه میشی یه کارایی به بقیه آدم‌ها آسیب میزنه و ناراحتشون میکنه و پدر مادرت که خیلی آدمای مهمی برات هستن رو ناراحت میکنه و تو یاد میگیری که اون کارا نباید انجام بدی. تو بچگی که نمیشه برای بچه‌ها خیلی منطقی توضیح داد و همین که میدیده خب من هر کاری دلم میخواد میکنم و بابام میاد من نجات میده، فکر میکنم باعث شده که تاثیر خیلی زیادی توی این پرونده بذاره. خانواده فرانس خیلی مذهبی بودن، هر یک شنبه خانواده کلا همه با هم میرفتن کلیسا. ولی خب فرانس توی مدرسه شروع میکنه با آدم‌هایی گشتن که راهش رو یکم متفاوت میکنه. 13 سالگی شروع میکنه به مواد مخدر کشیدن و کلا دوستایی داشته که همشون با هم رفیقای ناباب حساب میشدن و هر کاری که نوجوان‌ها توی اون سن انجام میدن و کارهای خوبی نیست رو اینا همه با هم انجام میدادن. تقریبا توی 14 سالگی اینا هم توی مدرسه یکی از اتاقهای مدرسه رو به آتیش میکشه و میدونین همه بچه ها توی اون سن بلوغ و تو مدرسه خیلی با مدرسه حال نمیکنن و خیلی وقتا ممکنه به این فکر کنن که وای مدرسه رو آتیش بزنیم یا مدرسه آتیش بگیره که چقدر خوب میشه فلان، ولی کمتر کسی دست به عمل میزنه و این کار واقعا انجام میده. و وقتی هم میکشنش دفتر مدیر رو میگن داداش چی کار داری میکنی؟ این چه کاریه؟ برای چی این کار کردی؟ که چی مثلا؟ میاد میره بالا منبر و میگه که میخوایم بهتون یاد بدم چجوری تمام نوجوانهای همسن و سال من به راه بد کشیده میشن که حذفش کنین و همه آدمای خوببار بیان. هیوی متال. ببینید بلک متال میگه ما انقدر مینوازیم تا اهریمن ظهور کنه. شما هیوی متال نباید بذارین بچه‌ها گوش بدن. تنها عاملش همینه. اگه هیوی متال گوش ندن همه خوبه. آره. و خب طبیعتاً بعد از اینکه مدرسه رو آتیش میزنه اخراج میشه از مدرسه. بعد از اون خانواده تصمیم میگیرن که نقل مکان کنن به یک شهر دیگه توی آفریقای جنوبی. شهری که بهش منتقل میشن اسمش پورت الیزابت بوده. پورت الیزابت یک شهری بوده که خیلی توریستی بوده، خیلی آروم بوده، کلا جرم و جنایت توش خیلی کم بوده، خیلی امن بوده، چندین ساحل خیلی خوشگل داشته و کلا شهر آروم و در صلح و صفایی بوده. توی پورت الیزابت فرانس با یک دختری آشنا میشه که جادوگر بوده. شروع میشه شباهت‌های این دوتا رفیق با هم دیگه و این جادوگر اصلی یک گروه دیگه جادوگرا بوده، مثلا خیلی جادوگر خفنی بوده. اون هم شروع میکنه ورد و اینجور چیزا به فرانس یاد دادن و طبق گفته های خود فرانس دوبار هم باعث میشه که اون تسخیر بشه توسط یک چیز ماورایی، شیطان. و کلا دختره فرانس اکیپشون همه با همین مدلی بودن که هر کی با ما در افتاد ور افتاد. ما جادوگریم، ما خیلی خفنیم، ما میزنیم همتون رو داغون میکنیم. اتفاقای بد، ناجور. پدر مادر فرانس رو مجبور میکنن که با این دختره به هم بزنه و توی 18 سالگی میفرستنش میره ارتش. یکی دیگه از شباهت‌های این دوتا رفیق با هم دیگه. خب فرانس کلا نمیتونسته رفتارش رو کنترل کنه و توی ارتش هم دردسر درست میکرده. همش داشته مجازات میشده. حالا اگه سربازی بود احتمالاً اضافه خدمت میخورده. و توی 20 سالگی از ارتش میاد بیرون و به کمک پدر مادرش توی معدن کار پیدا میکنه. و فرانس ازدواج میکنه توی 20 سالگیش با یه دختر خانومی و خیلی هم سریع دختردار میشه. اما بعد از خیلی مدت کوتاهی زنش و دخترش رو ترک میکنه به خاطر اینکه به گفته خودش همسرش نمیتونسته نیازهای جنسیش رو برطرف بکنه اونجوری که اون دوست داشته. که خب در آینده خیلی نزدیک متوجه میشین که تمایلاتش چی بوده که همسرش نمیتونسته برآوردهشون کنه. و خدا رو شکر تا جایی که من میدونم دخترش رو هم دیگه نمیبینه. اینکه یه پدر دخترش رو نبینه چیز خوبی نیست، ولی خدا رو شکر من به خاطر اینه که این پدر اگه بچه‌ش رو نبینه تاثیر بهتری روش میذاره قطعا. دوباره به کمک پدر مادرش کار پیدا میکنه، یه پیک میشه، اما خیلی زود از این کارم اخراج میشه به خاطر اینکه از صاحبکارش پول میدزدیده. توی 24-5 سالگی یه مغازه میزنه که شروع میکنه توش مشروبات غیرقانونی فروختن. حالا اینکه این مغازه در واقعیت چی بوده یا اصلا اونجا قوانین مشروب چی بوده رو واقعا من نمیدونم، ولی به صورت غیرقانونی داشته مشروب میفروخته توی مغازه. چند سال بعد
دوباره فرانس ازدواج میکنه و این دفعه یک پسر به دنیا میاره و با این همسرش میمونه. این همسرش میتونسته اون چیزهایی رو که دوست داره از لحاظ جنسی بهش بده، مثل اینکه به گفته فرانس این که تاریخ تولد پسرش دقیقاً تاریخ تولد خودشه به خاطر اینه که ورد خونده و دعا کرده به درگاه شیطان البته و از اون خواسته که این اتفاق بیفته. ولی خب حدس من اینه که بعد از این که به طور اتفاقی تاریخ تولدشون یکی شده گفته که این من خواستم، این وردای من بود. تینز کروگر و فرانس میشن دوستای صمیمی هم دیگه. ما دوتا داداشیم، شبا با هم خیلی کارهای بدتر میکنیم. فرانس از اونجایی که فکر میکرده که با شیطان خیلی داداشیان، فکر میکرده که این داداشمون شیطان یک قدرت‌هایی بهش داده، مثل تکون دادن اجسام و اینکه خانوم‌ها همه عاشق فرانسن، همه، اصلا هیچ کس نمیتونه مقاومت کنه در برابر فرانس. و این مدلی بوده که نه، تو اگه فکر میکنی منو دوست نداری اشتباه میکنی، یعنی تو منو دوست داری فقط ازش خبر نداری هنوز. اگه من باهات رابطه داشته باشم بعد تو میفهمی که من خیلی دوست داشتی. نه، بیا امتحان کن ببین. یک روز فرانس یک دانشجوی 20 ساله‌ای رو میبینه که جلوی یک پیتزا فروشی تو ماشینش نشسته بوده و منتظر بوده. میره با تهدیدش میکنه، میشینه توی ماشینش و بهش میگه ماشین رو روشن کن و برو. بعد که یکم از اون محیط دور میشن بهش میگه که ببین من باهات کاری ندارم، نگران نباش، نترس و من فقط ماشین تو احتیاج دارم. دختره رو از شهر خارج میکنه و میبره یه جایی و بهش میکنه. اما اینجا ماجرا تموم نمیشه. بعدش میگردونه به شهر، میبرتش یه جا یک چیزی با هم بخورن، مثل یک دیت عاشقانه. براش گل میخره و بهش میده و همش سعی میکرده دلشو به دست بیاره. اینجوری بوده که عزیزم تو لذت بردی، دوست داشتی بود، ولی خب تو باید دوست داشته باشی چون میدونی که من یک قدرت ماورایی دارم، همه عاشق منن و تو طلسم شده بودی نمیدونستی اینو. الان متوجه شدی که چقدر منو دوست داری میبینی؟ ببین من چقدر رمانتیکم، بهت گل میدم. و خب میدونی من فکر میکنم که خب این دختره قطعا ترسیده و درسته که دلش نمیخواد با این بره این ور، ولی مجبوره، با اینکه الان فرانس باهاش مهربون شده به هر حال میدونی که مجبوره. و بعد از این دیت و گل و اینا دوباره میبرتش جایی و بهش متاسفانه برای بار دوم و دختره رو هم مجبور میکنه که بهش بگه دوستت دارم. و بعد آخر شب میبره دختره رو یه جایی پیاده میکنه با ماشین دختره میره. قبلش هم بهش میگه که تو خیلی فوق العاده بودی، من خیلی لذت بردم، اصلا انگار که دوست دخترش بودم، امیدوارم برات جبران کنم و از اینجور حرفهای چندشاور. این دختر بیچاره هم همون آن نمیره پیش پلیس که خب یکم طبیعیه، میدونی یک فشاری روش بوده، احتمالا خجالت میکشیده. یک هفته بعد که به خودش میاد میره پیش پلیس و خب مدارک تقریبا از بین رفته بوده، مدارک تو روی بدن دختره از بین رفته بوده و نمیشده ثابت کنی، برای همین شکایتی که میکنه اصلا جدی گرفته نمیشه. و خب به خاطر همین که مدارک خوبی وجود نداشته فرانس رو آزاد میکنن. البته پرونده همینجوری باز میمونه. میگفتن که خب فرانس یک کار ثابت داره، یک آدرس ثابت داره و بهش اعتماد میکنن، بالاخره سابقه هم نداشته هنوز. متاسفانه توی دسامبر 1994 فرانس و تینز تصمیم میگیرن که با هم دیگه به یه خانومی تجاوز کنن. یک خانومی رو گیر میارن که باردار هم بوده و شروع میکنن بهش تجاوز کردن و این خانوم فقط خیلی اصرار داشته که از اینا خواهش میکرده که آرومتر باش برخورد کنن و نگران بچهش و آسیب دیدن بچهش بوده خیلی. فقط بعد از اینکه کارشون تموم میشه وای میسن بالا سر این خانوم بدبخت حامله و شروع میکنن راجع به زندگیش تصمیم گرفتن. این میگفته که به نظرت به نظرت زندش بذاریم، چی کار کنیم، آیا برامون خطری داره، آیا فلانه. بالا سر یارو داشتن فکر میکردن به اینکه بکنش یا زندش بذارن و خوشبختانه زنده میذارنش و تصمیم میگیرن که ولش کنن. ولی خب تهدیدش میکنن که آره اگه بری پیش پلیس ما میگیم تو، چیزایی که قابل پیش بینیه. خانم هم میگه که حله، من هیچی نمیگم. ولی به محض اینکه از اونو جدا میشه میره پیش پلیس و ازشون شکایت میکنه و اینها دوباره دستگیر میشن. اما یک تاریخ برای اینا مشخص میشه، میگن که خب شما فلان تاریخ به جرماتون رسیدگی میشه، بریم تا اون موقع که رسیدگی بشه به جرمتون و محاکمه بشین بریم واسه خودتون آزاد زندگی کنیم. اینا رو بذاریم کنار، بریم با نفر سوم پروندهمون آشنا باشیم.
الیسن بوتا متولد 22 سپتامبر 1967 توی پورت الیزابت به دنیا اومده و پدر مادرش برایان و کلر هستن. الیسن یک برادر داره به اسم نیل که توی سن 10 سالگی الیسن وقتی که پدر مادر نیل و الیسن از هم جدا میشن، الیسن و نیل میرن پیش مادرشون، با مادرشون زندگی میکنن. اما هیچ آسیبی به زندگی اینا نمیخوره، یعنی اینا خیلی ریلکس بودن، خیلی با این موضوع خوب کنار اومده بودن. پدر مادرشون با هم دیگه جنگ و دعوا نداشتن. یک زن و شوهری بودن که تصمیم گرفته بودن از هم جدا بشن و در آرامش بچه‌هاشون رو داشتن بزرگ میکردن جدا از هم. کلر مادرشون یک مادر خیلی ساپورتیو بوده، از این مامانایی بوده که اصلا مهم نیست چه درسی میخونین، چی کار میخواین بکنین، من همه جوره پشتتونم، کاری که دوست دارین رو انجام بدین، به علایقتون فکر کنین و دنبال علایقتون برین و در کل بچه‌های شادی رو داشته بزرگ می‌کرده. و خب این تربیت مادرشون باعث شده بود که این بچه‌ها اعتماد به نفس خوبی داشته باشن، روی توانایی‌هاشون مسلط باشن. مثلا الیسن کلا آدم خیلی درس‌خونی نبود توی مدرسه، ولی میدونست که ارزش اون به این نیستش که نمرش چنده یا چجوری داره درس میخونه، تلاشش رو میکرده و میدونسته که نقاط قوتش کجاست و به همونو تکیه میکرده. اتفاقا در بزرگسالی آدم خیلی متواضعی هم نبوده، یعنی آدمی بوده که اگه توی کاری خوب بوده اینجوری بوده که من تو فلان کار خیلی فوق العاده‌ام، ولی اعتماد به نفس کاذب نداشته، میدونسته تو چه کاری خوبه و بهش افتخار میکرده و این خیلی اخلاق خوبیه به نظرم. وقتی که وارد دانشگاه میشه میره حسابداری میخونه و بعد از اینکه درسش تموم شد میره 4 سال دور دنیا رو میچرخه. الیسن خیلی باحال حال میکنه، دور دنیا رو میچرخه و کیف میکنه، لذتش رو میبره. میگه که فکر میکنم از نظر من پیش خودش میگه که خب قبل از اینکه وارد یک زندگی جدی کاری بشم برم عشق کنم که دیگه این فرصت گیرم نمیاد. بعد از این 4 سال برمیگرده به شهرش و به عنوان کارمند توی شرکت بیمه شروع به کار میکنه. توی 18 دسامبر 1994 14 روز، فقط 14 روز بعد از تینز و فرندز به یک خانوم، الیسن با دوستاش جمع میشن یه جا که خوشگذر میکنن و بگن و بخندن و مشروب بخورن و دور هم باشن. به هر حال کل روز رو با هم دیگه لب ساحل میگذرونن، آفتاب میگیرن، واسه خودشون نوشیدنی میخورن و وقتی که آفتاب میره میرن خونه الیسن، پیتزا سفارش میدن و شروع میکنن ادامه خوشگذرونیشون رو اونجا انجام دادن. اینا با هم دیگه عشق و حال میکنن تا ساعت 1. ساعت 1 نصف شب که دیگه همه رفته بودن، فقط یکی از دوستای الیسن مونده بوده به اسم کیم. کیم میخواسته برگرده خونه، دلش نمیخواسته خونه الیسن بمونه چون فرداش باید میرفته صبح زود سر کار، اما ماشین نداشته. الیسن میاد بهش میگه که ببین تو نمیشه نصف شبی که خودت تنها بری، من نمیتونم تو رو تنها بذارم، من میام میرسونمت و خودم برمیگردم خونه. این کار رو هم میکنه، میره کیم رو میرسونه و وقتی که برمیگرده خونه میبینه جای پارک همیشگیش که جلو در خونه بوده رو یه نفر قبلا گرفته و ماشینش رو پارک کرده. میاد چیکار میکنه؟ میره 2 تا کوچه پایین‌تر یه ذره دورتر از خونه ماشین رو پارک میکنه به خیال اینکه خب من ماشین رو پارک میکنم و پیاده میشم میرم خونه دیگه، حالا چاره‌ای هم نداشته. ماشین رو که پارک میکنه به محض اینکه ماشین رو خاموش میکنه و میخواسته از ماشین پیاده بشه، یک نفر از در شاگرد وارد ماشین میشه و با الیسن رو تهدید میکنه. بهش میگه که صدا در نیاد وگرنه میکشمت و برو اونور. جاشو عوض میکنه، میاد میشینه پشت فرمون. این کسی نبوده به جز فرندز. به الیسن میگه که ببین نترس، من باهات هیچ کاری ندارم، هیچ اتفاق بدی قرار نیست برات بیفته و من فقط ماشینت رو احتیاج دارم به مدت 1 ساعت و با تو کاری ندارم، میرم کارمو انجام میدم بعدم ماشینتو پس میدم. و خب متاسفانه عکس العمل غریزی ما آدما وقتی که تهدیدمون میکنن اینه که به حرف اون طرف مقابل گوش بدیم از ترس اینکه اتفاق بدی برامون نیفته. ولی واقعا من هر پرونده‌ای رو میخونم میبینم همون لحظه که یکی بهتون حمله میکنه بهترین شانس رو دارین واسه اینکه از دستش نجات پیدا کنین. یعنی همون موقع اگه بهش حمله کردی خودتو نجات دادی دیگه شانست همینجوری کمتر و کمتر و کمتر میشه. فرانس شروع میکنه باهاش صحبت کردن، ازش میپرسه اسمت چیه؟ این میگه سوزان. الکی میگه الیسن از فرانس میپرسه تو اسمت چیه؟ اونم میگه کلینتون. اونم یه اسم الکی تحویل این میده و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. حالا فکر میکنم به خیال خودش این که آرومش بکنه، که مثلا آروم باش، که عکس العملی نشون نده از خودش و نخواد از خودش دفاع بکنه.
شروع میکنه باهاش حرف زدن و آشنا شدن باهاش. ازش میپرسه که تنها زندگی میکنی؟ اون میگه که نه، من با دوست پسرم زندگی میکنم و اتفاقا منتظرم بود که الان بیام خونه و احتمالاً تا الان نگران شده، زنگ زده به پلیس. حالا به خیال خودش داشته سعی میکرده که اون رو بترسونه که پیادش کنه، ولی اون متاسفانه گولش رو نمیخوره و میفهمه که داره الکی میگه. یکم جلوتر الیسون یکم به خودش اومده بوده، یکم استرسش کم شده بوده و مغزش به کار افتاده بوده. میاد به فرندز میگه که ببین اوکی ماشین رو ببر، مثلا اشکالی نداره، هیچ مسئله‌ای نداره، اگه میشه منو همینجا دیگه پیاده کن، من خودم برمیگردم خونه. اون میگه نه عزیزم، من خیلی دارم لذت میبرم از هم صحبتی با شما، برای چی پیادت کنم؟ میریم با هم کارو انجام میدیم، بعد ماشینتو میاریم پس میدیم. فرندز ماشین رو میبره بیرون یک کلاب شبانه پارک میکنه و خب اونجا پر از آدمه. الیسون هم همینجوری با یک استرابی به آدما نگاه میکرده و خب اون موقع هنوز اینو نداشتیم، وگرنه احتمالاً اینجوری بوده که تو رو خدا به من کمک کنین، من تو شرایط بدی ام. با نگاهش دوست داشته که به آدما بفهمونه که تو شرایط بدیه و نیاز به کمک داره، ولی متاسفانه جلوی کلاب همه مست، هیچکس متوجه الیسون نمیشه که بهش کمک بکنه. کمی بعد تینز در عقب ماشین رو باز میکنه و میشینه توی ماشین. الیسون هم از توی شیشه جلوی ماشین رفلکس قیافه تینز رو میبینه و طبق گفته خودش با یک آدمی که انگار روح نداشته روبرو میشه و اونجاست که کم کم میفهمه قرار نیست اتفاقای خوبی براش بیفته و اونا فقط با ماشین کار ندارن. بچه تا اینجای ویدیو، اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و برای دوستاتون که به اینجور ویدیوها علاقه دارن بفرستین که به من خیلی انرژی میده و بهم کمک میکنه که با انرژی بیشتر براتون ویدیوهای بیشتری بسازم. ستایی حرکت میکنن به سمت نوردهوک، یکی از قسمت‌های پورت الیزابت که یک ساحلی بوده که آدما در طول روز میمدن اونجا پیکنیک میکردن، باربیکیو درست میکردن، کلی باربیکیو اونجا بوده، صندلی بوده و مردم اونجا رفت آمد زیادی داشتن، ولی توی روز نه شب. و این مدلی بوده که مثلا اگه اینجا جاده است یک ارتفاع کم میشده و این پایین اون ساحله بوده. ماشین رو پارک میکنن و تینز از ماشین پیاده میشه. فرندز و الیسون توی ماشین بودن. الان الیسون رو میکنه به فرندز و میگه که خب حالا چه اتفاقی قرار بیفته؟ فرندز ازش میپرسه که قراره با من مبارزه کنی؟ و الیسون دیگه میدونسته که قراره چه اتفاقی بیفته و میدونسته که مقابله کردنش هم فایده‌ای نداره. اونا دوتا مرد گندن و این که دختر. میگه که نه، من باهات مقابله نمی‌کنم. وقتی که الیسون بهش میگه که نه من باهات مقابله نمی‌کنم، بهش میگه خیلی خوب، لباساتو در بیار. الیسون لباساشو در میاره و شروع میشه. همونطور که قبلا راجع به فرندز صحبت کردیم، فرندز کلا خیلی همون رو هم خیلی رمانتیک انجام میده. دوست داره که رمانتیک باشه. شروع میکنه با الیسون صحبت کردن، هی بهش میگه خوشت میاد این کارو میکنم، خوشت میاد اون کارو میکنم، یا مثلا دوست پسرت بلده این کارو بکنه و از اینجور صحبت‌ها. و هی هم تهدیدش میکرده. الیسون هم در همون حال سعی میکرده ذهنش رو از جسمش جدا کنه و حواسش به این موضوع باشه که این جسمشه که داره آسیب میبینه و اگر قوی باشه میتونه از این موضوع بگذره و ذهنش آسیب نمیبینه، شخصیتش آسیب نمیبینه و داشته تلاش میکرده که ذهنش رو پرت بکنه از اتفاقی که داره براش میفته. فرندز بعد اینکه کارش با الیسون تموم میشه از ماشین پیاده میشه و به دوستش میگه که آماده ای که با این لاولی لیدی، خانم دوست داشتنی، ارتباط داشته باشی؟ یک کلمات مؤدبانه ای رو استفاده میکنه برای اون عمله. اما دوستش برمیگرده میگه نه، من نمیخوام باش رابطه داشته باشم، میخوام یک کلمه خیلی بدی رو واسه این موضوع استفاده میکنه و انگار که مثلا خوشش نمیاد از اینکه اون انقدر مؤدبانه داره باش برخورد میکنه. فرندز هم میگه که اینجوری نگو، اون یه لیدیه، جلوش اینجوری صحبت نکن. که خب هم داشته تیکه مینداخته به الیسون که یه لیدی هم چه اتفاقی براش نمیفته، هم اون بعد رمانتیکش که همش داره کار میکنه و من نمیدونم از کجا میاد داشته کار میکرده. و بعد از اینکه تینز هم باز میکنه و تموم میشه، این دوتا دوباره شروع میکنن جلوی خود این دختر بیچاره راجع به زندگیش تصمیم میگیرن. و خب 14 روز قبل به خاطر همین موضوع دستگیر شده بودن، به خاطر اینکه یه نفر رو زنده گذاشته بودن و اون رفته بود شکایت کرده بود. مشخصه که تصمیمشون قراره چی باشه. تصمیم ندارن که الیسون رو آزاد کنن، تصمیم میگیرن که الیسون رو متاسفانه. و همینجوری که داشتن سر زندگی الیسون فکر میکردن و تصمیم میگرفتن، دیگه یادشون رفته بوده که اسمای الکی به اون گفتن و شروع کردن از اسمای واقعیشون استفاده کردن.
و با اسمای فرندز و تیرز همدیگه رو صدا میکردن. فرندز اون از ماشین میکشه بیرون و شروع میکنه به خفه کردن الیسن. شروع میکنه گلوش رو خیلی محکم فشار دادن، خیلی خیلی محکم، که بیشتر از این که بخواد خفش کنه داشته گردنش رو خورد میکرده. و این بین که داشته الیسن رو خفه میکرده، بدن الیسن به طور غیر ارادی مدفوع میکنه که این خیلی به نفعش تموم میشه. بهتون میگم چرا. ولی این کاملا غیر ارادی بوده و الیسن خودش اینجوری بوده که چه اتفاقی داره میفته، چرا الان این چی بود این وسط. و اینقدر فرندز گردن الیسن رو فشار میده که نای الیسن قطع میشه و اکسیژن به مغزش نمیرسه و الیسن بیهوش میشه، از حال میره. بعد از اینکه الیسن از هوش میره، فرندز چاقوش رو در میاره و شروع میکنه به زیر شکم و رحم و اندام جنسی الیسن چاقو زدن. 35 ضربه چاقو بهش میزنه و اینکه این چاقوها همه متمرکز بودن توی یک نقطه، این رو نشون میده از نظر روانشناسی که کلا این با زنها مشکل داشته، یعنی دقیقاً به قسمتی داشته چاقو میزده که اندام زنانه خانم ها بوده و این نشون میده که فرندز برخلاف چیزی که خیلی نشون میداده که من با خانم خیلی خوب رفتار میکنم، من جنتلمنم، چه کلمه دوری، خیلی با خانم ها مشکل داشته و اصلا با جنس زن مسئله داشته. بعد از این اینا شک داشتن که الیسن واقعا مرده باشه و شروع میکنن گلوی الیسن رو بریدن. فرندز شروع میکنه گلوش رو انقدر محکم بریدن که نای الیسن پاره میشه. و خب اگر یادتون باشه قبلتر بهتون گفتم که نای الیسن له شده بوده و باعث شده بوده اکسیژن به مغزش نرسه و بیهوش بشه. همین برشی که فرندز روی نای ایجاد میکنه باعث میشه که الیسن دوباره به هوش بیاد، چون که نای پاره میشه، میتونه نفس بکشه، میتونه اکسیژن بهش برسه و دوباره به هوش میاد. و همینجوری که به هوش بوده میبینه که فرندز بالا سرشه و داره دستش همینجوری تند و تند حرکت میکنه، ولی انگار اون لحظه دیگه هیچی رو حس نمی‌کرده. دردی که داشته می‌کشیده رو حس نمی‌کرده، نمی‌فهمیده فرندز داره چی کار میکنه. فقط یه آدمی رو می‌دیده که داره خیلی تند تند بالا سرش دستش رو حرکت میده. و بعد فرندز از روی الیسن بلند میشه و به تیرز میگه که به نظرت مرده. اونم میگه که بعد این همه ضرباتی که بهش زدی فکر نمی‌کنم هیچکس بتونه زنده بمونه. و الیسن اینجا به هوش اومده بوده، داشته حرفاشون رو میشنیده. وقتی که میبینه اونا نمیدونن که زنده است یا مرده، خودش رو میزنه به مردن و سعی میکنه هیچ تکونی نخوره، هیچ نشونه ای از زنده موندن نشون نده که ولش کنن و برن از بالا سرش. فرندز و تیرز الیسن رو ول میکنن، میرن توی ماشین میشینن که از اونجا دور بشن و لباسای الیسن رو هم پرت میکنن از ماشین بیرون و از اونجا فاصله میگیرن. حالا یکم صحنه رو تصور کنین. الیسن بدون لباس ساعت نمیدونم 2 شب 3 شب روی زمین خوابیده، یک جای دور افتاده، هوا سرده و اون دوتا ازش فاصله گرفتن. 35 ضربه توی شکم و ناحیه تناسلی و رحم بهش ضربه خورده، 16 بار گلوش بریده شده، اما هنوز هوشیاره، میتونه آسمون رو ببینه، میتونه صداها رو بشنوه و الان داره به این فکر میکنه که باید چیکار کنه. یکم همینجوری که داشته فکر میکرده با خودش یک صدای خشخشی میشنوه و خب الیسن نمیتونسته ببینه چه اتفاقایی دقیقاً براش افتاده. وقتی که این صدا رو میشنوه دستشو میبره سمت گلوش که ببینه این چیه که صدا میده و میبینه که گردنش کاملا بریده شده و دستش رد میشه از توی گردنش. و خب بیاین با هم صادق باشیم، هیچ امیدی به زنده موندن نداشته تو اون شرایط و با خودش فکر میکنه که من چیکار میتونم الان انجام بدم. میبینه که میتونه اسم اینا رو بنویسه که لااقل اونا دستگیر بشن و این اتفاق برای یک زن دیگه نیفته. اسم اون دوتا رو روی شنهایی که کنارش بوده مینویسه تینز، فرندز و پایینش هم مینویسه مامان دوستت دارم، چون فکر میکرده که خب این آخرین چیزیه که اتفاق افتاده و یه پیام برای مادرش میذاره. بعد از اینکه اسمشون رو مینویسه همینجوری دراز میکشه و منتظر مرگ بوده که برسه. یه مدتی میگذره و الیسن میبینه که هنوز زنده است، هنوز داره نفس میکشه و زندگیش میاد جلوی چشمش، یاد دوستاش میفته، یاد خانواده‌اش میفته و انگار این یک قدرتی بهش میده و پیش خودش فکر میکنه که من هنوز نمردم، نکنه بتونم نجات پیدا کنم، نکنه اگر تلاش کنم زنده بمونم و همین بهش قدرت میده که ادامه بده و زنده بمونه و خودش رو برسونه به جاده که
صدای ماشین ها رو میشنیده، نورهایی رو میدیده که از اونجا رد میشن و میدونسته که احتمالاً یک ماشینی میبینتش و میتونه نجاتش بده و بهش کمک بکنه. الیسن سعی میکنه بلند بشه. وقتی که میخواد بلند بشه میبینه که چیزهای خیسی همینجوری از بدنش بیرونه و متوجه میشه که دل و رودهش از شکمش ریخته بیرون و همینجوری افتاده این بر اون بر. یک تیکه لباس بر میداره و دل و رودهش رو میذاره توی شکمش و با یک لباس شکمش رو فشار میده که اینا بیرون نریزه و بتونه راه بره. سعی میکنه بلند بشه و وقتی که بلند میشه متوجه میشه که هیچ جایی رو نمیبینه. تلاش میکنه بفهمه که چه اتفاقی داره میفته و متوجه میشه که گردنش انقدر بریده که از پشت گردنش برگشته و سرش صاف وای نمیسته. گردنش رو از پشت بلند میکنه و سرش رو همینجوری نگه میداره که بتونه صاف سرش رو نگه داره جلوش رو ببینه. واقعا گردنم داره درد میگیره. واقعا نمیتونم این حسی که وقتی یه چیزی رو میبینم یا میشنوم باهاش همزاد پنداری میکنم رو نمیتونم براتون توصیف کنم. خیلی حس بدیه. قطعا اون درد رو من نمیتونم بفهمم چی بوده ولی گردنم داره درد میگیره وقتی راجبش صحبت میکنم. همینجوری که شکمش رو محکم نگه داشته بوده و گردنش رو هم با دست گرفته بوده شروع میکنه حرکت کردن به سمت جایی که فکر میکرده ماشین‌ها دارن رد میشن و سعی میکنه که خودش رو به اونجا برسونه. خودش رو میرسونه به جاده و وقتی که به جاده میرسیده دیگه نای تکون خوردن نداشته. شما فکر کنین ببینین این چقدر قدرتمند بوده که همونقدر رو هم راه رفته. میفته روی زمین و یک ماشین بهش نزدیک میشه و وای میسته. الیسن هم برای اینکه بهش نشون بده که به کمک احتیاج داره دستش رو میاره بالا و اشاره میکنه به اون آدم. اما خب اون آدم میترسه. اون هم قابل درک ترسش به خاطر اینکه میترسیده براش کمین کرده باشن، این یک نقشه بوده باشه. به هر حال میترسه از اینکه وایسه و کمک بکنه و اونجا رو ترک میکنه. 45 دقیقه بعد از این اتفاق یک ماشین دیگه وای میسته و الیسن دیگه حتی نداشته که دستش رو بالا بیاره و کمک بخواد. میدونین سلسله اتفاقاتی که برای الیسن افتاده بوده نمیشه گفت خوششانسی ولی ترکیبی از خوششانسی در یک بدشانسی بزرگه. الیسن واقعا یک عالمه خوششانسی میاره تا توی این اتفاق بدی که براش افتاده دست به دست هم بدن و الیسن رو زنده نگه دارن. چند تا جوون بودن که داشتن میرفتن و برای الیسن وای میستن و یکی از این جوونها توی این ماشین دامپزشک بوده و بالاخره ببین سنش خیلی کم بوده، 20 سالش بوده و تجربه نداشته ولی بالاخره یه چیزی بلد بوده، از ما بیشتر بلد بوده. و یک نفر دیگه هم توی اون ماشین توی اون دهه اصلا گوشی تلفن چیز زیاد و مدی نبوده، آدما نداشتن، ولی از شانس خوب الیسن یک نفر دیگه تلفن داشته و زنگ میزنه به آمبولانس. اون پسری که گفتم دانشجوی دامپزشکی بوده اسمش تین آلارد بوده. تین سری میره بالا سر الیسن و واقعا تین خیلی 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 تاثیر مثبتی توی روند این پرونده داشته. میره بالا سر الیسن، شروع میکنه باهاش صحبت کردن. متوجه این بوده که باید هوشیار نگهش داره، باید بهوش نگهش داره و خب الیسن زمانی بوده که رسیده بوده با یه عالمه آدم و دیگه خیالش راحت شده بوده که اونا کمکش میکنن. بعید نبوده ازش که گیواب کنه و بخوابه. اما تین بهش یادآوری میکنه که تو حتما باید به هوش بمونی، تو زیباترین چشم‌هایی که من تو زندگیم دیدم و داری و باید چشماتو باز نگه داری، من میخوام چشمای تو رو ببینم. با خیلی عشق و محبت و حس خیلی خوبی شروع میکنه به الیسن امید دادن و بهش کمک کردن. خب وضعیت خیلی وضعیت افتضاحی بوده. تین بی تجربه است و خیلی چیز خاصی هم در دسترس نداره که بگیم بتونه یک کار خیلی خفن اون بالا بکنه، ولی به هر کاری که از دستش برمی اومده رو داشته انجام میداده. به دوستاش یاد داده بوده که چجوری زخم‌های الیسن رو با دست فشار بدن که خونریزی زیادی نکنه و همینجوری همه با هم داشتن کمک الیسن میکردن و منتظر بودن که آمبولانس برسه. درسته که تجهیزاتی نداشته و نمیتونسته کار خاصی برای الیسن بکنه، اما یک چیزی که اتفاق میفته اینه که همینجوری که داشته سعی می‌کرده معاینه کنه الیسن رو، متوجه میشه که تیروئید الیسن سر جای خودش نیست و من خیلی از مکانیزم این قسمت از گردن اطلاعی ندارم، اما این تیروئید مثل اینکه میشده جاش بزنی و اون
این تیروید رو جا میزنه و بعدن دکترها میگن که اگر این کارو نمیکرد الیسن خیلی خیلی زود میمرد و از دست میرفت. در این بین این بچه‌ها 4 بار با آمبولانس تماس میگیرن، اما واقعا من نمیدونم چرا این همه خوش شانسی الیسن داشته میآورده، توی آمبولانس خیلی بد شانس بوده. آمبولانس خیلی طولش میده که برسه، گرو 20 دقیقه، نیم ساعت، 45 دقیقه و خیلی بیشتر از میانگین زمانی که طول میکشه تا آمبولانس برسه به اون محل آمبولانس طول میکشه تا برسه. و حتی وقتی هم که میاد و تیر باهاش میاد توی آمبولانس که باهاش بره تا بیمارستان، میبینن که خیلی داره آمبولانس آروم میره و بهش میگفته که داداش وضعیت رو میبینی؟ یکم تندتر برو. و انگار که اونا هیچ امیدی به زنده موندن الیسن نداشتن متاسفانه و خیلی با آرامش داشتن رانندگی میکردن. این هم منو یاد یک داستان واقعی دیگه انداخت که متاسفم که اینو میگم. واقعا من مطمئنم که آتش‌نشان‌ها و پرستارها و کسایی که تو آمبولانس و اینا کار میکنن اکثرا خیلی آدم‌هایی هستن که دلسوزن برای آدم‌ها، ولی انگار اینکه یک اتفاقهایی رو زیاد ببینن یکم سفتشون میکنه در برابر اینجور چیزها و دیگه تمام تلاششون رو میکنن. از یه جایی به بعد احساس میکنن که خب این امیدی بهش نیست و انرژیشون رو نمیذارن برای کسی که فکر میکنن امیدی بهش نیست. این داستانی هم که یادش افتادم داستانی بود که از یک آقایی منتشر شده بود که لحظاتی که تصادف کرده بوده و داشته میمرده میشنوه که یک راننده آمبولانس میاد بالا سرش و آتش نشان میخواسته کمک کنه این رو بکشن بیرون و راننده آمبولانس میگفته که داداش ببین این خیلی اوضاعش خیته، یکم دیگه صبر کنیم میمیره و بعد میتونیم راحت بیاریمش بیرون. ولی خب اون آتش نشانه میزنه تخت سینه‌شو، میگه برو اونور و سعی میکنه اون رو نجات بده و در نهایت هم اون آقا زنده میمونه. و توی همین حینم که منتظر آمبولانس بودن، تیم خیلی سعی میکرده عشق و محبت به الیسن بده که هم بیدار نگهش داره، هم اگر الیسن مرد بتونه یک لحظات آخر خوبی رو برای الیسن رقم زده باشه. و الیسن هم اون زمان تمام زورش رو جمع میکنه و یک لبخند به تین میزنه که بهش نشون بده تو خیلی داری لطف میکنی و من خیلی خوشحالم از حضورت. به محض اینکه الیسن میرسه به بیمارستان، منتقلش میکنن به اتاق عمل جراحی و 2 تا پزشک اون شب کشیک بودن که یکشون متخصص حلق بوده و خب اینم یکی دیگه از شانس‌های خوب الیسن بوده. و این دکترها بعداً میگن که این بدترین کیسی بوده که ما توی کلاً روند کاریمون دیده بودیم و خیلی شوکه بودیم از این که اونو میدیدیم. اسم اون دکتری که متخصص حلق بوده دیمیتری آنجلو بوده. میگه که تمام اتفاقایی که برای الیسن افتاده بوده نماد بدترین اتفاقهاییه که برای یک انسان کلا میتونه بیفته. دکترها شروع میکنن به عمل کردن و خب ببینید انقدر این گردن بریده شده بوده که ستون فقراتش رو میتونستن ببینن. اما خب همونطور که گفتم میگن اگر این تیروید جا نخورده بود یا توی خون خودش خفه میشده یا اینکه انقدر گلوش باد میکرده که باز از بین میرفته الیسن و این خیلی کار حیاتی بوده که انجام داده بوده. یک چیز دیگه ای که میگن اگر یادتون باشه موقعی که داشت الیسن رو خفه میکرد مدفوع ازش خارج شده بود. یک چیز دیگه ای که گفته میشد این بود که اگر روده ها پر بودن در اون زمانی که تمام این دل و روده این بچه ریخته بوده بیرون، الیسن بعد از مدتی روده هاش منفجر می شدن و الیسن خیلی زود می مرده و این که روده هاش پر نبودن هم کمک کرده بود به این که الیسن زنده بمونه. اول گردن الیسن رو پیوند میزنن و در کمال تعجب با اینکه 16 ضربه چاقو خورده بوده و اینقدر از قشنگ از بیخ تا بیخ بریده شده بوده، اما ارگان‌های اصلی آسیب جدی ندیده بودن و پیوند با موفقیت انجام میشه. بعدش میرن سراغ شکم الیسن و با یک چیزی روبرو میشن، اینکه اینها فقط نباید اینا رو جا میزدن و درست میکردن و بخیه میزدن. این بچه با روده های بیرون کلی توی شن، توی جایی که آتیش روشن میکنن چوبای سوخته خیلی زیادی بوده، برگ، خاک، نمیدونم همه چی غلط خورده بوده و تمام اعضا و احشاش پر از آشغال بوده و تمام اینها حتی یک دونه شن اگر توی شکمش میمونده میتونسته بعداً عفونت ایجاد بکنه و الیسن رو از بین ببره.
و بزرگترین چالششون این بوده که اینا رو از توی شکمش در بیارن و بتونن امعاشا رو خیلی تمیز توی شکمش جا بذارن و خب این باعث میشه که خیلی عمل جراحی طولانی تر از چیزی که فکر میکردن پیش بره. بعد از این عمل جراحی معجزه آسا 12 ساعت بعد الیسن به هوش میاد، هیچ عفونتی نداشته و داشته بهبود پیدا میکرده، خدا رو شکر. و پزشکا اینجوری بودن که واقعا ما یه معجزه رو به چشم دیدیم، این خیلی اتفاق غیر ممکنی بوده. در تمام این ساعت‌ها، در تمام این مدت، تین اون دامپزشک هنوز توی بیمارستان کنار الیسن بوده و نگرانش بوده و اینجوری بوده که من باید ببینم که چه اتفاقی میفته، من باید از همه چی خبر داشته باشم و کنارش باشم وقتی به هوش میاد. الیسن هم وقتی که به هوش میاد خیلی از دیدن تین خوشحال میشه و میزنه زیر گریه و همیشه میگفته که بعدها اون شوالیه سوار بر اسب سفید من بوده، واقعا فرشته نجاتش بوده و دیگه چی از این خوشحال کننده تر که وقتی به هوش میای دوباره همون فرشته نجاتت رو بالای سرت ببینی. بعد از این پلیس میاد بالا سر الیسن و خب میخواستن که اون کسایی که به حمله کردن رو بتونن دستگیر بکنن. ازش میخوان که تعریف بکنه، مسائل رو بگه، ولی خب الیسن الان توی گلوش لوله داره و تازه عمل جراحی حلق انجام داده، نمیتونسته صحبت بکنه. بهشون میگه که من براتون مینویسم، همه چیز رو مینویسه و بعد عکس یک سری مجرمین رو بهش نشون میدن و الیسن دقیقاً دوتا عکس این دوتا مجرم رو در میاره از اون تو و اسم هر کدوم رو هم زیرش براشون مینویسه. اون پلیس چیکار کنه خوبه؟ میگه نه ببین اینجوری فایده نداره، ما از کجا بدونیم تو اسمو درست داریم؟ آخه چه فکری با خودتون دارین میکنین؟ واقعا از پلیسا حرسم در میاد. بهش میگن نه باید بگی. بعد همه دکترها اینجوری بودن که داداش لوله داره نمیتونه حرف بزنه، ریسکه بخوایم لوله رو تو گلوش در بیاریم. میگن نه باید بگه، باید حرف بزن. و الیسن خودش میگه که اشکالی نداره لوله ها رو در بیارین من میگم و لوله ها رو در میارن و الیسن اسمشون رو میگه و خب پلیس میرن که اینا رو دستگیر بکنن. 5 صبح 19 دسامبر فرنس و تینز دستگیر میشن و خب نمیدونستن چه اتفاقی افتاده. وقتی که پلیس برمیگره بهشون میگه که شما دارین دستگیر میشین به خاطر اقدام به قتل، یه شوکی بهشون وارد میشه و اینجوری میشن که اقدام یعنی زنده است. و وقتی میفهمن که الیسن زنده مونده دیگه مقاومت نمیکنن، یعنی اعتراف میکنن و دیگه مقاومت نمیکنن در مورد اینکه میگن ما نکردیم و نکشتیم و از این حرف. و فرنس وقتی که میبینه الیسن زنده است و قطعا شهادت داده بر علیه اینا، یک حلقه تو جیبش در میاره که مال الیسن بوده و خونی بوده و خون رو آزمایش میکنن، میبینن خب آره مال الیسنه و دیگه مشخص میشه که اینم داره اعتراف درستی میکنه. و به علاوه اون 4 خانم حامله رو باش تهدید کرده بودن رو هم به پلیس میده و به اون هم اعتراف میکنه که ما نمیدونیم چرا، ولی خب خدا رو شکر که داره اعتراف میکنه. 13 روز بعد از این اتفاق الیسن از بیمارستان مرخص میشه. البته قطعا نیاز به کمک پزشکی زیادی داشته به مدت خیلی طولانی، اما خب از بستری بودنش مرخص میشه توی بیمارستان. الیسن هر روز باید به بیمارستان سر میزده که ببینن زخماش عفونت نکرده باشه، بدنش عفونت نداشته باشه. زخم‌های شکمش رو باید میتراشیدن و خیلی دردناک بوده واسه اینکه پوست‌های جدید ساخته بشه. الیسن هم بعد از مرخص شدن میره پیش مادرش و شروع میکنه پیش مادرش زندگی کردن، چون خب نمیتونسته تنهایی از پس همه کاراش برمیاد. با مادرش با هم میرفتن بیمارستان، مادرش بهش رسیدگی میکرده و کمکش میکرده که بالاخره به حالت عادی برگرده. بعد از مدتی میرسن به مرحله‌ای که الیسن باید با تینز و فرنس روبرو میشده و اون زمان مثل الان نبوده که مثلا تو فیلم ها میبینین از پشت یه آینه یه طرف نشون میده که اون بوده مثلا فلان کارو کرده. نه اینجوری نبوده، باید میرفته دست میذاشته روی شونه کسی که اون جرم رو در حقش انجام داده و یک عکس میگرفتن از این حالتی که داره نشونش میده و دست گذاشته رو شونش. شما فرض کنید چقدر وحشتناکه که بخوای بری روی شونه 2 مرد که بهت تجاوز کردن، بهت چاقو زدن و ولت کردن تا بمیری، دست بذاری رو شونه‌شون عکس بگیری. خدا رو شکر به خاطر الیسن این قانون عوض میشه و از پشت یک آینه یک طرفه که الیسن اونا رو میدیده ولی اونا الیسن رو نمیدیدن، الیسن اونها رو شناسایی میکنه، میگه این بود و اسمشون رو میگه دوباره. و خب برای پرونده الیسن این قانون توی آفریقای جنوبی
شکل میگیره که این آدمای بدبخت نرن دست بزنن رو شونه مجرم و باش عکس بگیرن. 6 ماه بعد از تمام این اتفاقا دادگاه برگزار میشه و این دوتا جرمشون رو گردن میگیرن. یعنی کلا مقاومتی نمیکردن، هم شاهد زیاد بوده، اصلا فایده نداشته گردن نگیرن. اما فرندز خب 3 تا اقدام به تجاوز داشته و اون اولیه رو گردن نمیگیره. پیش خودش میگه خب برای اون مدرک کافی ندارن و اون رو گردن نمیگیره. الیسن به غیر از مراقبت‌های پزشکی نیاز به مراقبت‌های روانی هم خیلی داشته و دوست داشته خودش که تمام دادگاه‌ها رو شرکت بکنه و شاهد باشه، همه جا باشه، ببینه که چه اتفاق داره برای اینا میفته و یک مشاوره میگیره که شرایط روحیش بررسی بشه، ببینن که میتونه آیا توی دادگاه‌ها شرکت کنه یا نه و یک آمادگی قبل از اینکه توی دادگاه شرکت میخواد بکنه داشته باشه. روانشناسان برای گزارش پرونده الیسن مینویسه که الیسن احساساتی که عموما کسایی که بهشون تجاوز میشه رو بعد از این اتفاق حس میکنن رو حس نمیکنه، مثل شرم، مثل ترس، مثل خشم، اصلا اینها رو نداره و این نشونه از قدرتشه. البته معنیش این نیستش که کسی که این حسا رو داره ضعیفه، نه، این یک اتفاقیه که برای هر کسی که میفته خشم داره، بعدش شرم داره، برای همه این احساسات بالا میاد. ولی خب الیسن قوی‌تر بوده و این احساسات رو تجربه نمی‌کرده. روز اول دادگاهشون هم وکیلشون استعفا میده از پوزیشن وکیل این دوتا بودن و میگه که من نمیتونم وکالت اینا رو به عهده بگیرم و دادگاه رو ترک میکنه. این 3 تا خانوم میان توی روزهای مختلف دادگاه شهادت میدن. الیسن نفر 3 بوده و یک خانوم 4می هم میاد یک شهادت دیگه میده. اون میگه که روز قبل از حمله شدن به الیسن یک نفر نزدیک ماشینش شده بوده و این حس کرده که اون میخواد بیاد سوار ماشینش بشه و سریع تونسته بود ماشین رو قفل بکنه و از دستش در بره و اشاره میکنه به فرندز و میگه که اون بود که میخواست سوار ماشین من بشه. چه خطری از بیخ گوش اون رد شده بود. فرندز توی دادگاه زرت و پرت زیاد میکنه ولی من اصلا نمیخوام تمرکزم رو بذارم روی حرفای اون، چون واقعا اصلا مهم نیست که چی میگه. فقط به طور کلی بدونین که میگفته که من تمام کارهایی که کردم با جزئیات هم تعریف کرده بوده، متأثر از این بوده که شیطان منو تسخیر کرده بوده. اسم 2 تا شیطان رو هم میبره که اینا منو تسخیر کردن، منتها خیلی هم بد نقش بازی میکرده و اصلا قاطی میکرده که اول کدوم شیطان چیکار کرده و اصلا مهم نیست. چرت و پرت، واقعا چرت و پرت تحویل دادگاه میده. تینز برخلاف فرندز اصلا نمیخواد که توی دادگاه حرف بزنه و کلا نمیاد انقدر خودشو بولد بکنه. ولی خب هیچ کدوم از اینا اصلا هیچ احساس پشیمونی از خودشون بروز نمیدادن و پشیمون نبودن از کاری که کرده بودن. 2 ماه قبل از این که اینا حکمشون صادر بشه، آفریقای جنوبی قانون اعدام رو برمی‌داره. فرندز 3 تا حبس ابد میگیره و تینز 1 دونه حبس ابد به علاوه 25 سال میگیره. اینم که میگم من اعدام رو برای این آدما نمیپسندم، واقعیتش رو بخوام بگم از روی این نیستش که با کلا با اعدام مخالف باشم. با این مخالفم که اونا یک عالمه عذاب به این آدم دادن و خیلی راحت میمیرن و راحت میشن. چرا باید این اتفاق؟ اونا باید عذاب بکشن، نباید بمیرن و راحت شن. فرندز از توی زندان یک پیج فیسبوک میزنه و از توی پیج فیسبوکش با کلی زنای مختلف لاس میزده و در ارتباط بوده و یک زندگی عاشقانه پرشور و حرارتی رو داشته واسه خودش میگشتونده و بعد از این مدت هم میاد اعتراض میکنه، میگه که من از کتاب‌هایی که الیسن نوشته، از سخنرانی‌هایی که کرده، هر جایی که الیسن توسط این داستان پول درآورده، باید به من هم یه درصدی بده، به خاطر اینکه اگه من نبودم که اون پول نمیتونست بیاره. من این کارو باش کردم که اون تونست پول در بیاره، پس باید به من سهممو بده. تازه واسه حضور پیدا کردن توی یکی از مستندایی هم که الیسن میسازه، خودش میگه من میخوام توی این حضور داشته باشم، شرط هم دارم براش. شرط هم اینه که الیسن باید کتبی بنویسه که منو بخشیده و پولم بهم بده. تو واقعا مثل اینکه تسخیر شدی، خیلی توهمی. این زمانها متاسفانه یک قانونی تصویب میشه که میگفته تمام کسایی که حبس ابد گرفتن و 13 سال و 4 ماهش رو گذروندن میتونن آزادی مشروط بگیرن. چرا؟ چی میشه که همچین قانونی میذارید؟ آخه اون روز اولی که حبس ابد به یک کسی میدن خب بی خود که نمیدن آخه. و توی جولای 2023 این دوتا آزاد میشن. بی شوخی آزاد میشن.
حالا شما تصور کنین که الیسن چه حالی داره وقتی متوجه میشه که اینا آزاد شدن. واقعا ناراحت کننده است. اما خب اتفاق خوبی که برای الیسن افتاده اینه که الیسن بعدها توی یک مهمونی با یه آقای آشنا میشه، ازدواج میکنه و با اینکه به خاطر آسیب‌هایی که به شکمش خورده بوده بهش گفته بودن ممکنه نتونی بچه دار بشی، الیسن بچه دار هم میشه و این خیلی خبر خوبیه واقعا. و تین هم اون دانشجوی دامپزشکی میره رشته‌ش رو عوض میکنه و پزشکی میخونه. تصمیم میگیره که دلش میخواد به انسان‌ها کمک بکنه بعد از این اتفاق. زمانی هم که الیسن داشته پسرش رو به دنیا میآورده، تین یکی از کسایی بوده که توی اتاق بوده و داشته به زایمانش کمک میکرده. الان از همسرش جدا شده ولی خب دو تا فرزندشون رو دارن جدا جدا بزرگ میکنن و با هم مسئله‌ای ندارن، دعوایی ندارن با هم و خیلی خوب از هم جدا دارن بچه‌ها رو بزرگ میکنن. الیسن به 30 تا کشور مختلف سفر کرده تا الان، به خیلی از قربانی‌های تجاوز و اینجور اتفاقها کمک کرده، سخنرانی‌های زیادی کرده و به آدم‌ها خیلی روحیه داده و الیسن اولین آدمی بوده که بابت شکایت میکرده توی آفریقای جنوبی و این جرأت میده به بقیه خانم‌های آفریقای جنوبی که بتونن در این راه پا بذارن و اگر مسئله تا حالا براشون پیش اومده بتونن درش شکایت بکنن و اعتراض بکنن. و الیسن یک جایزه هم گرفته بابت شجاعت غیر طبیعی، یعنی شجاعتی بیش از فرای تصور ما، فرای طبیعی بودن. بچه‌ها همینجا ویدیو تموم شد و واقعا الیسن خیلی آدم خفنیه، خیلی آدم خفنیه و نمیدونم اصلا راجبش باید چی بگم. اینقدر قدرت داشتن ماوراییه. به نظر من یک آدم طبیعی نمیتونه این همه قدرت داشته باشه و امیدوارم که زندگی خوبی رو از این به بعد پیش رو داشته باشه. بای.